بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين بقيادة طواغيتهم، سيما خامنئي وعوانه وأنصاره، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا 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 ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنا عبيدك. اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم در این شبی را که فردایش دوشنبه هست و خداوند به من و شما توفیق بدهد که سنت نبوی را در روز دوشنبه که روز گرفتن می باشد احیا نماییم و این شبهای طولانی را به من و شما توفیق قیام لیل بدهد، از من و شما بپذیرد. و از خداوند متعال تقاضا دارم که آنچه را که برای اصلاح این نفس سرکش و گناهکار و مصرف برخیش قبل از دیگران و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و جامعه و خانواده و دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان این بنده گناهکار جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. و خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده در میان این همه بلندگوهای شرک و کفر و بدعت و
خرافه و فساد اخلاقی و فساد فکری در یک جلسه توحیدی، بر یک برنامه توحیدی در گرد سخنانش، کتابش زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از نورش، از هدایتش، از خورشید معنویتش برای اصلاح قلوب و افکار و اعمال و دنیا و آخرت خود سود ببریم. هیچ کتابی جز این کتاب نمیتونه قلوب مردم را، قلوب بشر را، جن و انس را اصلاح نماید، بلکه این کتاب بشری نیست، کتاب خدایی است. اگرچه ابلیس های بشری در لباس دین و در پوشش اهل بیت و در بقیه پوشش های دروغین ادعا میکنند که این کتاب از خمینی تا کلینی که این کتاب قابل فهم نیست، یه بوتی به نام امام زمان که امام کوران و کران است تراشیدند و 2/3 این کتاب و 2 جلد این کتاب و دادند بهش در عالم هبرود که با خودش برده و این 1 جلدش هم که با روایت های خود باش بازی میکنند. زحمت خود میدارند، آبروی خود میریزند و زحمت دیگران میدارند. نور خدا همچنان میتابد، محفشانت نور و سگ او کند، هر کسی با طینت خود میتند. و خدا را شاکریم که من شما توفیق داده که در محضر کتابش باشیم. در شرح بهترین سخن رسیدیم به جلسه دوم از سوره مبارکه ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام در آیه شریفه 22. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل در آن حال گفتگوی ابلیس با پیروانش در جهنم، با کسانی که ائمه رو امامت تراشیدن برخلاف قرآن، ائمه رو به جای خدا نشوندن برخلاف قرآن، عیسی را جزوی از خدا قرار دادن برخلاف قرآن، برخلاف تورات، برخلاف انجیل، عزیر را جای خدا قرار دادن، مرده ها را جای خدا قرار دادند و حاجت روا قرار دادند، به جای عبادت خداوند مرده پرستی راه انداختند، دکان سیاست و کارخانه دروغسازی امامت و غیره درست کردند. در طول تاریخ با همه اینهایی که با دین بازی کردند یا با همه کسانی که با رسالت آسمانی جنگیدند، در داخل آتش قرآن ترسیمشون میکنه و گفتگوی شیطان و ابلیس رو با اینها مطرح میکنه تا اینکه پیرو الله و رسولش باشیم، نه پیرو ابلیس و ابلیس ها
چه در لباس امامت باشه، چه در لباس ولایت باشه، چه در لباس پیر و پاتالی باشه، چه در لباس عیسی پرستی باشه، چه در لباس بقیه غلوها و افراطها و تفریطها باشه. به روزی که مردم در آن حال شیطان بگوید خدا به حق داد و وعده برای شما. ولی وعده من نبود جز خلاف، دلیلی نیاوردم الا بلاف. وعده امامت بهتون دادم، وعده اسمت بهتون دادم، وسواستون کردم به این کارها که این بدعت‌ها رو بتراشید، یا همه شلاف و گزاف بود. سینه زنی یادتون دادم، زنجیر زنی یادتون دادم. مگه کور بودید، کر بودید؟ کتاب خودتون چرا نخوندید؟ فریبتون دادم که امام زمانی هست، امام کوران و کرانی هست، امام گاوان و خرانی هست. فریبتون دادم، لاف زدم به شما، چرا باور کردید؟ میگه نمیدونستی من دشمن شما. ولی وعده من نبود جز خلاف، دلیلی نیاوردم الا بلاف. پس امروز ای ابلهان ذلیل، به کی میگه؟ به خرافیان، به مشرکان، به اهل بدعت، به اهل کفر، به عیسی پرستان، به عزیر پرستان، به علی پرستان، به قبر پرستان، به شیخ پرستان، به عقرب خوران، به مار خوران، به همه کسانی که قرآن را گذاشتند کنار، سنت رسول را گذاشتند کنار و دنبال هوا و هوس‌های خود شدند، دنبال پیر و پاتالهای خود شدند، دنبال مراجع و مقلدها و آخوندها و روحانیت‌های دجال خود شدند، از هر فرقه و طایفه و مذهبی که باشند. اسمها مهم نیست. پس امروز شیطان به که میگه؟ به اینا میگه، به خمینی ها، به خامنه‌ای ها، به سیستانی ها، به شریعت مداری ها، به بقیه ابلهانی که پیرویش کردند، به سیفی ها، به غالیان در هر دین و مذهبی. پس امروز ای ابلهان ذلیل که خواندید من را به خود بی دلیل. امامت تراشید، چه دلیلی در قرآن داشتید؟ شیطان بینا میگه ای ابلهان، شیطان و خمینی تا کلینی، به سیفی ها تا ابن عربی ها، به همه اینها میگه که ای ابلهان چرا این کارا کردید؟ مگه شما نمیدونستید من دشمن شما؟ که وحدت وجود بتراشید، که امامت بتراشید، که پیر و پاتالی بتراشید، مخفیانه طریقه بدید یا علنا طریقه بدید مردم که سوارش نبشید، به نام دین، به نام شیخ، به نام قطب، به نام ارشاد، به نام تصوف، به نام عرفان، به نام اهل بیت، به نام عیسی، به نام عزیر. پس امروز ای ابلهان ذلیل که خواندید من را به خود بی دلیل، نه دلیل عقلی، نه دلیل قرآنی، نه دلیل شرعی، ملامت نسازید من را مدام، ملامت نمایید خود را تمام. چه شماتتیه، چه شماتت سختیه. ما به بلوچی میگیم چشمپزی، این از چشمپزی که نه، این دلپزیه. چون این شماتتی نه امروز یار است اندر شما که من را رهانید، نه امروز یاراست، اشتباه نوشته، نه امروز یاراست اندر شما که من را رهانید از این جزا، نه من را بزیبد که فریاد رس بگردیم در این روز بر هیچ کس. وقتی میگه من را نباید بگم بگردیم، باید بگم بگردم، بازم اشتباه چاپیه. نه امروز یاراست اندر شما که من را رهانید. اینجا ضمیر به شما برمیگرده، به شماها، یعنی
که من را رهانید از این جزا. نه من را بزیبد که فریاد رس، بگردیم نی بگردم، اشتباه نوشته، بگردم در این روز بر هیچ کس. مرا نیست یاور، مرا نیست باور بر آنچه شما شریکش بخوانید بهر خدا. یعنی حتی ابلیس از امامت، از امام زمان بازی، از اسمت، از ولایت، از استعانت به غیر الله، تصور شیخ، از طریق دادن، از طریق گرفتن، از بقیه خرت پرت هایی که اهل بدعت در لباس تشیع و تصوف اسلام اضافه کردن تبری می جوید، چنان مجبور میشه در آتش جهنم. مرا نیست باور بر آنچه شما شریکش بخوانید بهر خدا. در آن روز بر ظالمان لئیم عذابی بود دردناک و علیم. این ظالمان لئیم کیان؟ یا اونهایی که با رسالت جنگیدند علنا مثل اسلام ستیزان در مقابل رسالت ایستادند، یا بدتر از اونها منافقانی که لباس اسلام پوشیدند به نام اسلام با اسلام جنگیدند، که خلاصه تشیع و بعضا تصوف در همینه. و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی کار تمام شد، شیطان میگه که شیطان کیه؟ به قول شیخ عبدالرحمن السعدی رحمت الله تعالی علیه، مفسر بزرگ جزیره العرب، میگه شیطان که سبب هر شری است که در دنیا رخ میده یا در دنیا رخ داده، همه شرها را سبب شیطانه، لیکن قدرتش با یه وسوسه و یک افسونه. چطور شما سوت میزنی، چوپان سوت میزنه، گوسفندا میان، اینه همش اینه. اما تحریفگران دین از تشیع و بعضا تصوف گرفته تا روحانیت دجالی که یا روحانیت های دجالی که دعوت های توحیدی و اسلامی عیسی و موسی را با غلو و افراط به بشر پرستی، به عیسی پرستی، به عزیر پرستی بدل کردن و سایه هاشون در اسلام که خدا پرستی رو به امام پرستی رو بدل کردن. همه اینها، همه تحریفگران دین مجریان پند و اندرز و وسوسه شیطان و ابلیسند. ابلیس اینجا به اهل آتش میگه، ازشون تبری میجویه، باشون شماتت میکنه. لما قضی الامر، وقتی کار تمام شده. یعنی چی؟ یعنی اهل بهشت خداوند ما و شما را با فهم قرآن و عمل به قرآن از اینها قرار بدهد و بر هوای نفسمون غلبه نماید و از گناهان من شما درگذرد و ستر ما و شما را بپوشاند. وقتی که اهل بهشت به بهشت میرند و اهل آتش به آتش میرند، خداوند ما و شما را از اینها دور کنه. ان الله وعدکم وعد الحق. اینجا ابلیس هم اعتراف میکنه، خمینی و خمینیچی ها به جا خودشون، خامنه‌ای و روحانیت های دجال به جا خودشون، سردستاشون که ابلیس باشه، اینجا دیگه اعتراف میکنه. ان الله وعدکم وعد الحق. وعد حقش کجاست؟ در قرآن. همین قرآنی که اگر جن انس جمع بشن یک صفحه مثلشون نمیتونن بیارن، مسلمان و غیر مسلمان جمع بشن. نه آقا، این قرآن قابل فهم نیست. حضرت امام زمان برده با خودش، جلدشو دزدیده برده. خب بعد که میاره چی؟ قرآنی که خدا فرستاده که امام زمان با خودش ببره. این امام قرآن دزد چیکار میکنه با قرآن؟ تو چاه با خودش میخوردش؟ وقتی که دنیا رو به جمال خودش روشن میکنه، چیکار میکنه؟ با تورات و با تلمود شروع میکنه. این امام صهیونیستیه که یک امام صهیونیستی برای شیعیان بیچاره درست کردن، 1000 سال فریبشون دادن و یک بار هم حاضر نیستن گفتگو کنن.
جز زیر سایه شمشیر و ترور و وحشت. وعدش همینه که در قرآن هست. ان الله وعدکم وعد الحق، همچنان که در تورات بود، در انجیل بود، در زبور بود، در کتب پیشین بود. لیکن اون کتابا نیستن. خداوند حکمتش چنین تعلق گرفته که کتاب ها جاودانه نباشند. اصل هیچ کتابی جز قرآن وجود نداره. هیچ کتاب دیگری به زبان خودش جز قرآن وجود نداره، به زبان آسمانی خودش. این متفق علیه. نه یهودیان ادعا میکنن کتابشون توراتشون به زبان موسی است، نه عیسویان ادعا میکنن، بلکه همه اینا ترجمه هاست. ان الله وعدکم وعد الحق. و قرآن حافظ تورات و انجیل و همه دعوت های راستین پیشین بدون زیادت ها و تعریف های روحانیت های دجاله. ان الله وعدکم وعد الحق. ای مردم، ای آتشیان، ای دوزخیان، ای امام تراشان، ای پیر پاتل تراشان، ای متصوف اهل بدعت و زلالات و شرک و بدعت، ای عیسی پرستان، ای عزیر پرستان، ای همه کسانی که حرف منو گوش کردید و غیر خدا رو پرستیدید. خداوند به شما وعده داده بود ولی که وعدش حق بود. وعده حقش بر کجاست؟ به زبان رسولانش. رسالت رو ول کردید، امامت تراشیدید، از رسالت پیروی نکردید و هزاران هارت و پورت دیگه تراشیدید. اگر از رسولان پیروی میکردید الان رستگاری بزرگ نصیبتون میشد. خداوند ما و شما را نصیب فرماید. و وعدتکم فاخلفتکم. من به شما خیر وعده داده بودم، شیطان میگه، لیکن خلف وعده کردم. یعنی اون چه از آرزوهای باطل که به شما داده بودم، به شما وعده داده بودم که امام زمانی هست، امام قرآن کرانی هست، وعده داده بودم که شیخاتون، پیرهاتون، پاتلهاتون در عرش اعلی بازی میکنن. همه اینا آرزوها و فریبکاری ها و دغلبازی ها بود. شما هم قبول کردی. که به شما گفت قبول کنید؟ مگه من قرآنم؟ این آرزوهای باطلی که من به شما رو یاد داده بودم تا شما رو بفریبم. چرا عقلتون رو به کار نبستید؟ چرا دنبال من اومدی؟ ما کان لی علیکم السلطان. من قدرتی بر شما نداشتم، من حجتی بر تأیید سخن خودم نداشتم. این سلطان اینجا غالبا معنای حجت، دلیله، منطقه. هر کسی که دیگران رو بدون منطق، بدون دلیل پیروی کنه، کار شیطان رو راضی کرده. چه در لباس مرید بازی باشه، چه در لباس تشیع باشه، چه در لباس تقلید کورکورانه از این شیخ و از این پیر و از اون پاتال و از اون مولا و از اون مولوی و از اون مفتی و از این آن باشه. هر کسی را بدون دلیل پیروی کردید، شیطان رو راضی کردید. منطق قرآن اینه. شیطان در جهنم ناچار میشه این منطق رو قبول کنه و این منطق رو پیروان خودش گوشزد بکنه. ما کان لی علیکم السلطان. من هیچ حجتی بر تأیید وسوسه‌های خود نداشتم براتون. من به شما گفتم از فلان پیر پیروی کن، از فلان پاتال پیروی کن، غیب میدونه، دلها رو کباب میکنه، از فلان امام پیروی کن، از فلان امامزاده پیروی کن، فلان قبر رو بپرست، فلان پیر رو بپرست، برای که لشکری من در جهنم زیاد باشم، من تنها نباشم. چرا از رسولان پیروی نکردید؟ از سنت پیغمبر پیروی نکردید؟ از قرآنتون پیروی نکردید؟ حرف منو گوش کردید؟ من سلطانی بر شما داشتم؟ دلیلی داشتم؟ الا ان دعوتکم، جز اینکه من شما رو دعوت کردم، افسونتون کردم. چطوری یه شبان نی میزنه؟ من یه نی براتون از دور براتون نی زدم.
چرا منطقتون رو رها کردید، عقلتون رو رها کردید، کتاب آسمانیتون رو رها کردید، اومدید دنبال افسونهای من؟ بشنو از نی چون حکایت میکند و جدایی ها شکایت میکند. من براتون یه نی زدم، قدرت داشتم بر شما. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما را دعوت کردم استجابت کردید. این حد اکثر چیزی که من تونستم انجام بدم. شما رو به مراد و مقصد خودم دعوت کردم، این چیز رو براتون مزین کردم، افسونتون کردم. شاید به خاطر اهوای خودتون، به خاطر شهوتهای خودتون، به خاطر حفظ نظام ابلیسی خودتون که حفظ نظام اوجب و واجبات است، کفر مطلقه. این سخن خمینی کفر مطلقه، جهل مطلقه. یک آخوند نفهم پیدا نشد که این حرف رو بهش بگه که این سخن کفر مطلقه. حفظ نظام اوجب و واجبات است، اوجب و واجبات توحید است، اوجب و واجبات شهادتین هست. به خاطر حفظ مرامتون، حفظ مذهبتون، حفظ دکانهاتون آمدید حرف من رو گوش کردید. وقتی حالت به این شکلی باشه دیگه اینجا در جهنم من ابلیس رو ملامت نکنید. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. من یه روزه از راه دور براتون خوندم، خودتون بیشتر از من روزه خوندید. من از راه دور افسونتون میکردم، شما با هم نشستید مساجد بتخانه مبدل کردید، خانه های خدا را به روزخانه مبدل کردید، به لخت خانه مبدل کردید، به صیغه خانه مبدل کردید، به شرک خانه مبدل کردید، به مرکز ترور مبدل کردید، به مرکز وحشت مبدل کردید که مردم این مساجد رو توف کنند و حق هم دارند، و حق هم دارند. میاد الان میاد منو سرزنش میکنید. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یعنی خودتون سببید. در گرفتار شدن در این مؤاخذات و در این مجازات مدار و محور و مرکز خودتونید. من مصرفکم، من هیچ فریاد رس شما نمیتونم باشم و شما هم نمیتونی فریاد رس من باشی از این عذابی که من شما گرفتاریم در جهنم. ای خامنه‌ای بیدار شو بدبخت. روحانیت قم و مشهد و تهران و شیراز و اصفهان، روحانیت های تشیع و بعضا تصوف، غرور رو بذاری کنار، کبر و تکبر رو بذاری کنار. بیدار شید. خودتون رو بدبخت کردید، ملت رو بدبخت کردید، کشور رو بدبخت کردید. خودتون رو نجات بدید قبل از هر چیزی. عقلتون رو باز کنید، اندکی تعقل کنید. شیطان ازتون بیزاری میجویه. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، من با اونچه شما قبلا مرا با خدا شریک قرار میدادید، به جای اینکه از خداوند اطاعت کنید از من اطاعت کردید. من تبری میجویم. هر کسی را که غیر از خدا اطاعت کردید او را جای خدا گذاشتید و این شرک مطلقه. اون چه امام باشه، چه رهبر باشه، چه حاکم باشه، چه هر کسی باشه، مگر اینکه طبق دستورات شرع باشه، طبق دستورات صریح قرآن و سنت پیغمبر باشه. ولی شیطان چرا اظهار تبری میکنه؟ ان الظالمین، یعنی ستمگرانی که با طاعت غیر خدا به خود ظلم کردند، با طاعت ابلیس به خود ظلم کردند، با طاعت روحانیت های دجال به خود ظلم کردند، با طاعت و اطاعت مطلق پیرها و پاتالهای دجال به خود ظلم کردند. ان الظالمین لهم عذاب علیم، این ستمگران براشون عذاب دردناکه. اونجا هم جاودانه مشکل اینه. ولذا این فقط برای شیطان پرستان ظاهری نیست که امروز شیطان پرستی رایج شده علیاذ بالله. تنها برای این بدبختان نیست، برای همه خرافیان، برای همه بدعتگزاران، برای همه کسانی که عقل و منطق و هوش و عقل فطری خودشون رو زیر پا گذاشتند و
صدها بدعت تراشیدند، صدها ظلم کردند، بر مردم ظلم کردند، زندانها را پر کردند. در نتیجه این ظلم های عقیدتی خامنه‌ای چرا ظلم میکنه؟ برای خودشون نماینده امامی میدونه که هرگز از مادر متولد نشده، در صورتی کل امامت ظلمه، کل امامت جنگ با رسالته. لیکن متاسفانه روشنفکران شیعه حتی دین ستیزش هم اینو نمیدونند، حتی دین ستیزش، تا چه برسه اصلاحگرایانش. نه آقا، تشیع جزئی از هویت ماست. این چرندیات چیه؟ تازه این خودش از لطف خداوند به انسان هاست، از رحمت خداوند به انسان هاست که از طاعت غیر خدا بازشو میداره، از طاعت ابلیس، از راه های فریبش، از مداخلش به انسان، از مقاصدش انسان رو برحذر میداره. بلکه قصد شیطان اینه که مردم رو ببره به آتش. ولذا اینجا خداوند میفرماد که ولا ینبئک مثل خبیر، در آیه دیگه میفرماید که مواظب حیله های شیطان باشید. خب اینجا خداوند میفرماد که شیطان هیچ سلطانی نداره، هیچ قدرتی نداره. در آیه دیگه میفرماد که انما سلطانه الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. یک دین ستیز نفهم، یک غرب زده، یک دین گریز امثال شجاع الدین شفا و علی دشتی و اخیراً آقای مشیری که سخنانشون رو بلغور میکنه و اینها که قبلا خود روزخوان بودند، هر ستاشون. شجاع الدین شفا در قم شنیدم چیز داشته، داروخونه نوشته دوا اینجا شفا اونجا. دوا اینجا یعنی داروخونه، اما شفا معصومه. بعدا چنان ضد اسلام شد که کل دین رو زیر سوال برد. افراط و تفریط همینه. 500 ساله که ایران دوچار این افراط و تفریطه. از روزی که با تسنن ودا کرده، از روزی که با سنت پیغمبر ودا کرده به وسیله شاه اسماعیل ملعون، از روزی که با اعتدال و انصاف و قرآن ودا کرده. انظر فکری عرض میکنم، همه ظلم های سیاسی نتیجه این افکار و انحراف های فکری است. اونا میگن خب قرآن متناقضه دیگه، چطور اینجا میگه سلطان نداره، اینجا میگه سلطان؟ به همین راحتی. این دلیل نفهمیشونه. سلطانی که قدرتی که حجتی که قرآن خداوند اینجا ازش نفی میکنه، اون سلطان حجته، سلطان دلیله. یعنی هیچ حجت و دلیلی برای دعوت خودش نداره. حد اکثر کاری که میکنه شبه ها میتراشه، وسوسه میکنه، مزین میکنه تا مردم رو جری کنه بر معصیت. درست مثل شاگردان خودش در روحانیت مدعی تشیع که از استادش که ابلیس باشن، استادشون سبقت گرفتن. چطوری دنبال شبهان همیشه شبهه تراشی میکنه، هیچ موقع راست نمیشن. هیچ موقع شما از یک آخوند جواب راست نمیشنوید، همیشه کجکوله میره. اما سلطانی که خداوند براش ثابت کرده، اون تسلط و سلطگری بر فریبکاریه. چطوری انسان رو فریب میده به معصیت، دوستانشو و دوستانش کسانی که او را بر خویش مسلط کردند با موالاتش، با حزب و شیطان بودنش، با بدعتهاش. با بدعت و معصیت انسان به شیطان نزدیک میشه، با توحید و طاعت به خدا نزدیک میشه، جز حزب خدا میشه. ولذا شیطان سلطان و قدرتی بر کسانی که ایمان آوردن، الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، و بر پروردگارشون توکل میکنن، سلطان نداره. اونهایی که بر امامهاشون توکل میکنن، بر مخلوقات توکل میکنن، سلطان داره، تسلط داره.
ولذا ای شنونده ارجمند، ای بیننده ارجمند، هرگز از قدرتمداران، چه قدرتمداران دینی در لباس رهبری روحانی و پیشوا، چه قدرتمداران دنیوی، تقلید مطلق نکن. برای که خداوند بهت یک عقل داده که با این عقل خودت میتونی اشیا رو تشخیص بدهی. وقتی خداوند بهت عقل و هوش داده که حق و از باطل، خیر و از شر، صالح و از طالح، خوب و از بد تشخیص بدید، از هیچ کسی کورکورانه تقلید نکن، فریب شخصیت ها رو نخور. خدا مولانا عبدالعزیز رحمت کنه همیشه میگفت که نسبت خودش که اصلا من شخصیتی صادق مثل ایشون نادر دیدم، خیلی کم دیدم، زیاد ولی نادرن اینا نوادر روزگارن. میگه هیچ موقع به ریش های دراز ما، به اباهای دراز ما، به امامهای ما فریب ما را نخورید. ایشون چون این حرف میزد. ورز انسان نباید مقلد کس دیگه باشه، عقلشو تسلیم کس دیگه نکنه. آقا من با مردمم، مردم این راه برن من همین راه میرم، مردم خوب برن من خوبم، مردم بد کنن. یعنی چی؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله امعه نباشید، چشمتون تو عقلتون تو چشمتون نباشه، مردم تو جهنم میرن شما میرید تو جهنم. اکثر مردم اینجور امروز سوال کنید آقا این کارو چرا میکنی؟ میگه خب مردم همین کارو میکنن. آقا چرا فریبکاری میکنی؟ آقا مردم همه میکنن، هم سیاسته دیگه. من بچه دارم، زن دارم. آقا چرا ما رو حرام میخورید، ما رو مغشوش میخورید؟ مردم همین جوری هن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که امعه نباشید، هرچه مردم گفتن بگو اونه، اینجوری نباشید. تقلید دیگران در هر حالتی مضره، اما تقلید در عقیده دینی یک خطره، یک خطر بزرگه، بخصوص که راه متصوفه باشه از طریق دادن و اینا، یا و مرید بازی به نام دین، یا مثل تشیع که مرید مراجع باشید. اینا خیلی خطرناکه، همه اینها ریشه سیاسی داره. برای اون شخصی که شما تقلید میکنید ممکنه خودش ظالم و ذل باشه، مثل بریلوی ها، همه مشایخشون ظالم و ذلن، مثل صوفی های قاتل و خونریز که اطلاعات ایران از راه اینها و غیر اینها اهل توحید و اهل حدیث و غیر مقلد رو میکشه در افغانستان. تقلید یعنی چی؟ مریدبازی یعنی چی؟ یعنی انسان با تمام آزادی خودش که خداوند بهش داده، از آزادی خودش دست برداره، بگه آقا من مرید توام، هر چی تو گفتی من همونم. شیخ مدرسه گفت به همارش، البته که هر که میشود خر میشوند سوارش. چرا این بعضی از مولا مولوی ها همه دنبال مرید بازی میگردن، دنبال خر میگردن تو سوارشون بشن؟ اما حضرت عمر رو نگاه کنید، قهرمان دوم اسلامو، یه نفر اومده جلوش، فقط یه خورده گردنش کجه، نه که اینجوری وایساده، میگه برادر عربم گردن تو چرا کج کردی؟ این گردن برای خدایه، برای من نیست. امروزه بعضی از رهبران دینی در بسیاری نقاط جهان اسلام، نه فقط در اینجا و اونجا، اگر دستشو نبوسن میگه چرا بیادبی کردی؟ دست شیخ نمیبوسید، پاشو نمیبوسید، پاشو سجده نمیکنی؟ خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. و تصوف تشیع، طریق دادن و مرجع بازی بدترین راه تقلیده. با رضا اسلام و ویران کردند، به نام اسلام و ویران کردند، در صورتی که به اجماع مسلمانان در عقیده تقلید جایز نیست. در باور دینی، در اساسیات دین، در اصول دین تقلید حرامه.
باید خودت قانع شده باشید. و تحقیق خیلی آسان، مشکل نیست. در هر موردی یک کتاب بخونید، یک کتاب. نیازی نداره شما ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد بن حنبل باشید. اون اجتهاد در فروع فقهیه. اینجا تقلید مضر اینه که انسان با تمام آزادی خودش از آزادی اعتقادی که خداوند بهش داده دست برداره، بره پیرو شیخ بشه، پیرو آخوند بشه، پیرو روحانی بشه، پیرو مرجع تقلید بشه. اینجاست که بنده همیشه عرض میکنم که تصوف و تشیع عقیده اسلامی رو ویران کردند. کسی که اسلام بشناسه، خداوند به آزادی اعتقاد داده، به همین راحتی ازش دست برمیدارید که آقا من مقلد فلانی هم. ضعفی که روز قیامت انسان ازش محاسبه میشه همینه. آقا کی بهت گفته که برو مرید فلانی شو؟ کی بهت گفته که برو از فلانی تقلید کن، مرجع تقلیدت باشه؟ این ضعفه که روز قیامت مؤاخذه میشه. این نیست که شما در دنیا ناتوان آفریده شدید، دست نداشتید، پا نداشتید، چشم نداشتید، نمیدونم خدا نکرده مستضعف بودید، قدرت مادی نداشتید. این نیست. در صحیح مسلم حدیثی هست که پیامبر اکرم میفرماد که رب اکبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی الله لا بره. چه بسا که افراد ضعیفی هستند، با موهای ژولیده، با لباسهای پر از خاک، کسی اینا رو نمیشناسه، یه تکه نان بخوان ممکنه مردم از در خونه اینا رو برانن، ولی با خدا چنان نزدیکند که به خدا قسم بخورند خداوند قسمشون رد نمیکنه. پس این ضعف مادی نیست. این ضعف اون ضعفی نیست که انسان قدرت مادی نداشته باشه. این ضعف نفسیه، ضعف روحیه، ضعف عقلیه که فکرشو انسان تعطیل کنه، از بزرگان تقلید کنه، از زندگان یا از مردگان. این ضعفه که روز قیامت انسان ازش محاسبه میشه. مرید بازی در روز قیامت مؤاخذه داره که مرید فلان شیخ بشید، روز قیامت محاسبه میشید. فریب امامه های بزرگ و شکم های بزرگ نخورید، فریب نام های بزرگ نخورید. این که از آخوند و پیر و پاتال و مرجع تقلید و حضرت آیت الله پیروی کنید، برعکس خودتو ضعیف کردی، روز قیامت مؤاخذه میشید. این که من در ولایت فقیه ذوب بشید، قرآن سراسر ضد اینه. ذوب بشید یعنی چی؟ یعنی عقیده خودتو از دست بدی، هرچی خامنه‌ای گفت اونه. شرک همینه، جای خدا بشر رو قرار دادن همینه. خلاصه تشیع و تصوف منحرف همینه که بشر رو جای خدا قرار بدی. هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم، به سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. می ننگین به قول برقعی، می ننگین رنگین کند ننگین به قول حافظ و پیرش. کتاب بتشکن یا گفتگو با حافظ علامه برقعی را بخوانید. اگر به کتب ابن تیمیه دسترسی ندارید، کتب ایشون رو بخونید حداقل. این شیر توحید را. پس اینجا ضعف به معنای مرید شدنه، به معنای مقلد شدنه، به معنای ذوب شدنه. هر شخصیتی که درش ذوب شدید، روز قیامت مؤاخذه میشید، بلکه یک جریمه. از نظر قرآن یک جریمه که شما ذوب بشید در فلان شخص. یعنی چی؟ یعنی عقل و منطق رو بذاری کنار، هر چه اون گفت اونه. طاغوت های دنیوی، طاغوت های معنوی، هر دو کارشون همینه. آنچه را که قرآن جریمه میدونه، جریمه ای که روز قیامت محاسبه داره، و این جریمه بزرگ
تخلی از عقل و منطق، مقلد شدن این و آن، مرید شدن این و آن، همون چیزیه که تصوف منحرف و تشیع از راه تقلید مرجعیت یا طریق دادن و پیرپرستی اینو اومدن خلاصه دین کردن. و همه جنایت های سیاسی رو که شما در جامعه میبینید نتیجه همین ذوب شدن در ولایت با مرید شدن این ملا و اون مولوی و اون شیخ و اون پیر و اون پاتاله. روشن کردن این افکار که در این 500 سال به خون ملت، به ادبیات ملت، به افکار ملت آغشته شده خیلی مهمتر از کارهای سیاسی است و بازی های سیاسی. اینا اوجب و واجباته. بیان توحید که اوجب و واجباته، بیان قرآن که اوجب و واجباته. اوجب و واجبات نه حفظ نظام خمینیه و نه انداختن نظام خمینی. نظام خمینی انداختنش واجبه لیکن اوجب و واجبات نیست. اوجب و واجبات بیان قرآن، نجات دادن مردم از این افکار مسموم و سرطانیه که 500 سال ایران و بیش از 1000 سال که منطقه رو به نام اسلام با اسلام جنگیده و فرا گرفته. و السماء رفعها و وضع المیزان، خداوند آسمان برافراشته و میزان قرار داده تا ای انسان، ای شیعه، ای صوفی، ای مسلمان، ای غیر مسلمان، ای مسیح پرست، ای یهودی، ای عزیر پرست، هر کسی که باشی، هر انسانی که هستی، خداوند در عقل خودت، در باطن خودت به عنوان یک انسان به یک میزان داده. میزان بسیار دقیق. اون چیه؟ عقل، تفکر، فطرت. این عقل رو تعطیل کردید، اومدید مقلد این آن شدید. این مقلد فرقی نمیکنه که فکولی باشه، کراواتش 1 کیلو باشه یا حمامش 10 کیلو باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اومدید از کافران تقلید کردید، از مشرکان تقلید کردید، از ساحران تقلید کردید، از امام فریبان تقلید کردید، از روحانیت ها تقلید کردید، از گمراهان تقلید کردید. هرچه گفتی همون درسته. الان چه ضد دین باشه چه دین پناه باشه فرقی نمیکنه. اعتقادشون کورکورانه باور کردید، در عادتهاشون تقلیدشون کردید. اینو میگن ضعف. این ضعف یک روز قیامت قرآن همچون که روشن میفرماید مؤاخذه داره. انا کنا لکم تبعا، ما ضعیف بودیم، پیرو شما بودیم. برای که این ضعف چرا مؤاخذه داره؟ برای که شخصیت خودتو فروختید، عقل خودتو فروختید، اجاره دادید. این ضعف کسبیه. مادامی کسبیه یعنی در اختیار خودته، خودت این کارو کردید. مادامی که این ضعف و این تقلید بودن و مقلد بودن و این مرید بودن و این ذوب شدن و این پیر و پاتال پرستی رو، این عیسی پرستی رو، این آخوند پرستی رو، این خاخام پرستی رو، این کشیش پرستی رو، این پاپ پرستی، هر چی میخوای اسمشو بذار. در منطق اسلام بت پرستیه. هر چه غیر خدا پرستی است بت پرستی است. اومدی با اختیار خودت شخصیت خودتو کنار گذاشتی، گفتی من نمیفهمم، او آقا بیشتر میفهمه. به خاطر این روز قیامت مؤاخذه میشید و به شدت هم مؤاخذه میشید. و برزوا لله جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا. چقدر سخته. همه پیش خدا ظاهر میشن. ضعیفان میگن، کدوم ضعیفان؟ همینه که عرض کردم در این 4-5 جلسه عرض کردم. فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. مقلدان به مقلدان میگن، مریدان به پیران میگن. واقص هذا، چه داخل اسلام چه خارج اسلام. انا كنا لكم تبعا، ما پیرو شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله.
الان که ما در آتشیم ما را از عذاب خدا نجات میدید؟ اندکی من شیء ذره عذاب. قالوا لو هدانا الله لهدیناکم. اگر ما راه هدایت میرفتیم خودمون هدایت میشون، شما رو هدایت میکردیم. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. الان دیگه وقت گذشته، کار از کار گذشته، هیچ راه نجاتی نیست. چه داد و فریاد کنید چه نکنید، راه فراری نیست. و پناه بر خدا که انسان در این بنبست گرفتار بشه. خدا ما شما را از این بنبست در این دنیا نجات بده. هی فریاد بزنی فریاد رسی نیست. چه خوشحال بشی چه بدحال بشی، کار از کار گذشته. ببین بیننده ارجمند، یکی از سختترین دردها اینه بر خود انسان که دشمن شماتتش بکنه. شیطان دشمنترین دشمن انسانه. اینجا وایستاده داخل آتش، همه رو کشونده به لشکریان خودشو داخل آتش داره شماتت میکنه. و قال الشیطان لما قضی الامر. وقتی کار تمام میشه داره به مراجع، به رافضیان، به امام پرستان، به پیر پرستان، به اهل بدعت، به اهل زلالت، به عیسی پرستان، به همه اهل کفر و زلالت داره پوز میده که وقتی که اهل بهشت رفتن بهشت، خدا ما شما رو با فهم قرآن و عمل به قرآن از اینا قرار بده. و اهل آتش به آتش رفتن و وفیت کل نفس ما عملت. هر نفسی هر آنچه که عمل کرده با رحمتهای فراوان و خداوند. که خداوند رحمتها شامل حال باشه. که خداوند یه رحمتها شامل ما و شما هم قرار بده. و وفیت کل نفس ما عملت. و هر نفسی هر آنچه که عمل کرده اینجا بهش میرسه. یعنی بعد از که حساب دقیق میشه، بعد از این که فیصله میشه، دشمن دشمن انسان که شیطان باشه اومده شماتت میکنه. برای کی؟ برای اونی که گمراهشون کرده. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق. خداوند به شما وعده حق داده بود. تا اینجا توقف میکنم، انشاءالله که بقیه رو در جلسه سوم ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. کلیپ های شما رو ببینیم. المؤمن يجب ان لا ييأس ابدا. ليه؟ لانه له رب. ده اللي بيقوم محامي في قضيه بيرتاح. دوستان کلیپی که میفرستید ترجمه شده بفرستید بهتره.
دوستی نامه‌ای فرستاده آقای کریمی از کلمه تلویزیون نور از برادران محترم کردمونه. پاسخ به توجیه وسطبازی شورای عالی مدارس اهل سنت جنوب کشور. سیاست مطرح نکردن مشکلات بر منبر مساجد مخالفت آشکار با سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله است. اگر قصد سکوت در برابر مشکلات مردم و ظلم و حاکمیت را بر منبر جمعه دارید، این رسانه نبوی را به کسانی بسپارید که بتوانند از مظلوم دفاع کنند و در صف مردم باشند. برای سکوتتان توجیه شرعی نسازید. دین اسلام ظلم ستیز است. این فاجعه است که مردم بگویند مصلحت دین در سکوت در برابر ظالم است. الساکتون الحق شیطان اخرس. کسی که در مقابل حق و نرسونه به مردم مثل شیطان گنگ میمونه. خداوند از عالمان وعده گرفته که حق و حقیقت رو مردم برسانن، اونم در وقت خودش. از همه امت ها، نه فقط در امت اسلام. این فاجعه است که مردم بگویند مصلحت دین در سکوت در برابر ظالم است. این گونه مردم را از دینی که سکوت در برابر ظالم است برحذر داشته رد میکنید، ببخشید برحذر داشته زده میکنید. سرورم علیه السلام میفرماند اگر امتم را دیدی که میترسد به ظالم بگوید تو ظالمی، دیگر خیری در آنها نیست. حدیث صحیحه. سه، گفتید برای اصلاح تصمیم گرفتید که در صف حکومت بیستید. اعوذ بالله. در صف فرعون میستید برای اصلاح؟ این چه منطقیه؟ در صف شرک میستید برای اصلاح؟ نه در صف مردم. در صف خامنه‌ای میستید، خامنه‌ای مشرک فرعون مظلوم، برای اصلاح؟ مردم ایران به این میگویند وسط بازی. نه، این از وسط خیلی گذشته. وسط بازی اینه که یک پاش اینجا باشه یک پاش اونجا. اینه بهش میگن در صف فرعون ایستادن. وسط بازها عافیت طلبند. فقط به وسط بازی خود صیغه شرعی ندهید که به اسلام نمیچسبد. گفتید اگر مردم را تشجیع کنید و خونی ریخته شود خودتان را نمیبخشید. مبانی مبارزه با ظلم در قرآن و سنت نبوی را زیر رو کردید. کسی انتظار فراخوان و رهبری اعتراضات را از شما نداشته و ندارد. با محکوم کردن 44 سال ظلم و بیکفایتی حاکمیت و جبهه گرفتن در برابر قتل و کشتار معترضان خوری ریخته می شود. 5. گفتن در جلسات خصوصی موضع خود را به مسئولین گفته اید. بفرمایید. مردم عموم پیرانند و نخبه های شریف معاون رئیسی و وزیرش را با لگد از دانشگاه بیرون اندازند و شما همچنان دلتان به جلسات خصوصی بانه اصلاح خوش است. محض رضای خدا یک مورد از مواردی که در این 4 دهه در حکومت اصلاح شده را میتونید نام ببرید؟ بعد از 44 سال اجازه تعیین وقت نماز عید شهرهای خودمان را هم نداریم. مردم در میانه یک انقلاب هستند و شما همچنان سکوتتان را با جلسات خصوصی توجیه میکنید. سروران میفرمایند اگر کسی از شما منکری دید با دستش تغییرش دهد. اگر نتوانست با زبانش، اگر نتوانست با قلبش، از منکر بدش بیاید. و این اضعف الایمان کمترین درجه ایمان است و این کمترین درجه ایمان است. وقتی مردم با دست و زبانشان در حال تغییر منکر هستند، به اضعف الایمانتان با پوشیدن جامعه تقوا و روشنفکری وجه شرعی ندهید و دین را خراب نکنید. خدا خیرتون دهد. این اريد الا الاصلاح. موحد. خدا خیرتون بدهد. اینو نوشتید. آقای موحد سرحد علیکم السلام الله.
استاد محترم لطفاً روشنگری و تشریح فرمایید برای بینندگان عزیز که اهل سنت واقعی چه کسانی هستند و اگر کسی خواست در مورد اهل سنت واقعی تحقیق کند به چه کتب و منابع مراجعه کند و مبنا و تحقیقشان بر چه اساسی باشد. سوال خیلی مهمیه. اهل سنت واقعی کسانی هستند که سنت پیغمبر را اصل قرار میدهند، مثل قرآن را با سنت پیغمبر میفهمند و سنت را بر رأی شخصیشون و حتی بر رأی مذهب فقهیشون ترجیح میدهند. اگرچه عموما مذاهب اربعه از اهل سنتند، عموما حتی مذاهب کلامی مثل ماتریدیه و اشعریه که در مقابل معتزله ایستادند. معتزله از به قول استادمون شیخ سالم العطیه، مفسر و شاگرد شیخ شنقیطی و مفسر مکمل تفسیر اضواء البیان که در حرم نبوی موطئ مالک رو تدریسمون میکرد، همچنان که دیشب عرض کردم، میفرماید که معتزله سخن ایشونه، شیخ سالمتیه رحمت الله علیه، عقلی ترین مکاتب اسلامی هستند. از همه مذاهب اسلامی عقلی ترین هستند، لیکن گمراه ترین هاشون هستند. نه به خاطر عقلشون، بلکه نصف احادیث رو زدند کنار. احادیث متواتر منکر میشن به خاطر عقل. همین روشی که آقای سروش داره و شیعه از خودش چیزی نداره. تشیع در مذاهب کلامی از معتزله گرفته شده. بعضی آراش عموما در چارچوب معتزله حرکت میکنن، صفات خدا را تعطیل میکنن و معتزلیان اولین مکتبی هستند که در اسلام کتاب سوزی شروع کردن، کتاب احادیث میسوزوندن، منع میکردن. عرضم این بود که حتی اینا اشعریه و ماتریدیه که در مقابل معتزله ایستادن برای دفاع از اهل سنت، اجمالاً از اهل سنتن. همه اینها سواد اعظمن، لیکن خودشون انحرافاتی دارن، خودشون اشتباهاتی دارن. هیچ کسی بدون اشتباه نیست، هیچ احدی جز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. ولذا اون الگوی همه. کسی بگوید ابوبکر معصومه، عمر معصومه، میگیم برو تجدید ایمان کن. ولذا من جانم لرزید دیروز از حضرت مولانا گرگیج شنیدم که به یکی از دوستانش که مولانا عبدالحمید گفت که من هم کلاسیش بودم، در این 40 سال کسی ازش اشتباهی ندیده. جانم لرزید از این افراط. این حرف درست نیست. بنده 10 اشتباه سراغ دارم، نه یکی دوتا. و بارها اینا رو علنا گفتم تو تلویزیون ها در این 30 سال. درباره هیچ کسی نباید افراط بکنی. مقصود این که اهل سنت درجات داره. مثلا مذهب حنبلی به سنت از مذهب حنفی خیلی نزدیکتره، بلکه بعد از قرآن فوری سنت رو ترجیح میده. مثال عرض میکنم. لیکن مذهب حنفی اندر عقلی از همه مذاهب اربعه قوی تره. چرا؟ بلکه مبناش بر قیاس قاعده عقلیه. هر مذهبی یک حسناتی داره، یک سیئاتی داره. مذهب مالکی و حنبلی بین دوتا، مالکی و شافعی بین دوتا جمع کردن. مذاهب مثل داروخانه ها میمونه که انسان باید ازش استفاده بکنه، نه اینکه خود این داروخانه رو به سم مبدل کنه، به تعصب مذهبی مبدل کنه. چوبی باشه که سر دیگران بزنید که آقا یا حنفی شو یا میکشمت، اگه دستا کن بدی میکشمت، اگه رفع یدین بکنی میکشمت. این یک مصیبت بزرگه. این مصیبت تنها مال بلوچستان نیست، تنها مال افغانستان نیست، تنها مال پاکستان نیست، تنها مال ترکیه نیست. این مصیبت عالم اسلامیه که سلفیه درست از محمد بن عبدالوهاب گرفته تا شیخ بن باز این افراط و تفریط و اعتدال داده بهش.
مذاهب جمع میکنن و این مدرسه بزرگ ابن تیمیه و شاگردان بزرگش که در اصل مذهب مدرسه ائمه اربعه همش همینه، لیکن این کجی ها بعدن اومده به وسیله مریدان و بیشتر این کجی هم از راه تصوف اومده. و کسی که در مورد اهل سنت میخواد تحقیق کنه، اول قرآن، بعد کتب سته، بخاری، مسلم و سنن اربعه، بعد بقیه کتب سنت. و مذاهب اربعه برای طالب علم گنجینه بزرگی است، یک گنجینه بسیار بزرگ. لیکن کسی کتاب محلا رو نخونده، کتاب مغنی رو نخونده مفتی بشه کتاب فتح القدیر کمال رو نخونده مفتی بشه، واقعا مسخره. آقا فلانی یک سال دوره افتاح خوند مفتی شد. اصلا در اسلام مفتی به مقلد مفتی گفته نمیشه، مفتی به مجتهد گفته میشه، بلکه این ناقله. شما همه کتب اصول فقه نگاه کنی، مفتی به کسی گفته میشه که خودش مجتهد باشه. نه 8 سال درس خوند در مدرسه دینی، 1 سال دوره افتاح خوند شو مفتی صاحب. اینا بازیه. این اگر نگم بازی بگم حداقلش عوام‌فریبیه. مثل اجتهاد شیعیان چطوریه؟ آقا مکاسب خوند مجتهد شد. مسخره ای. اینا بیشتر به عوام‌فریبی شبیه تا به منهج علمی. آقای عبدالحمید ثانی: دوراندیشی و تحلیل جالب علامه برقی از شعار مرگ بر امریکا سالها پیش از همکاری آخوندها با امریکا در عراق و افغانستان. خدا رحمتش کنه. قسم با آسمان ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. شما مردم همش حرف میزنید، حرفای مختلف. هیچ کدومتون خودم خودم مشرکین. مثلا ایرانیا یکی میگه که اگه مسلمان بشید بچسب به حسین. سعادت یعنی حسین، آخرت یعنی حسین، هر چی میخوای حسین. قوم میری میگن هر چی میخوای زده معصومه. مشهد میری یه هر چی میخوای امام رضا. یه قول هم ندارن که یه قول هم بود مقصود خوب بود. خدا به مشرکین میگه شما همیشه در قول و اختلاف. خلاصه یکی میگه لات، یکی میگه عزا، یکی میگه اون نه اون اینا نیش کاره، یه بوته دیگه اصلا بزرگتر. انکم لفی قول مختلف. شما در قول مختلف هستید. یعفک عنه من افک. روگردان است از اون قول هر کسی که روگردانه. و شما خراسی. خرات نه خراس. خرات با فین اون کسی که میگن یه چیزی نمیتاشه، خراسی میکنه نمیتاشه. مثلا نیقلیون رو چوب رو میتاشه، نیقلیون میکنه. چون خرات با فین. همون خراس یعنی حرف درست کن. یعنی شما حرف درست کنید، دروغ میسازید. دروغ همه ساختنیه دیگه. مثل الخراسون، مرده باد دروغگویان. خراس در ترجمه جب دروغگویان اونجور نوشته. حالا ما که ما دروغ میگیم مرده باد امریکا، امریکا بیچاره خوب بدم داره، خوبم داره. الان مسجد مسلمان های اونجا من نرفتم، شنیدم مسلمان های امریکا روز جمعه جمع میشن چندین 100,000 200,000 همه ساکت، همه معدد که ببینن خطیب چی میگه.
اون وقت برو اونجا بگو خدای واحد احد، هیچ کس نه یا موسی بگید نه یا محمد بگید نه یا عیسی، هیچ کس نمیگه چرا آزادیه دیگه. اما اینجا وارد مسجد بخوای حرف بزنیم فوری من میگیرم میالا بفرمایید زندان. پس مردباد امریکا، بله امریکا بدم داره حقوقم داره، ما اینجور میگیم ولی در این برای چرا میگیم مرگ بر امریکا؟ برای اینکه میخوایم مردم رو گیج کنیم که بگیم یعنی ما دشمن امریکاییم، در صورتی که آخرش در میاد که ما خودمون هم امریکایی هستیم. توی مسجد رفتم دیدم که برنج امریکایی آورده، بهش گفتم که به اون مسجد گفتم آقا تو که میگفتی که مرگ برای امریکا با چیز برنج آورد، ما برنج از خودش که نبردیم، ما از کی آوردیم؟ او باید نوکراش خریدیم، این که بدتر شد. حالا ما اینجوری هست، خدا میگه قتل الخرا، اما خدا نمیگه مردباد امریکا، نمیگه مردباد ایران، میگه قتل الخراسون، مردباد اون دروغگویان الذین هم خراسون کیه؟ اون کسانی که خرق در جهالتن. جهالت بدترین مرضها، بدترین نکبتها، بدترین بیچارگی ها جهالت. چرا ما این همه مریض خونه داریم؟ برای که دکتر حسابی نداریم، برای که مرضها رو نمیشه تشخیص نمیدیم، ناچاریم بریم مریض خونه. چرا ما این همه مبتلاییم؟ برای اینکه با اسرار نمیشناسیم. چرا ما این همه تفریقیم؟ برای اینکه راستگو رو از دروغگو تشخیص نمیدیم، همش روی جهل. اون کسی که اصول دینش نمیده میگه اسلام، اون کسی که همه قرآن منصف داره اونم میگه اسلام. نشد. خدا رحمتش کنه. خیلی متشکرم از شما آقای عبدالحمید ثانی. سالها صد بگذرد تا یک مرد حق پیدا شود، با یزید اندر خراسان و اویس اندر قرن، عبدالعزیز اندر زاهدان و برقعی اندر قم، یا احسان الهی ظهیر اندر لاهور و طباطبایی اندر تهران. مثلا عرض میکنم الخیر فی و فی امتی الی یوم القیامه. آقای ابو محمد شوکت. این بی‌حیایی و بی‌شرمی در جنایت آدم کشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها. برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرمن. برای کشتن بچه های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن، اینقدر اینها وقیحن. اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینا جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن. هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند، یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود، در این قضیه شریک جرم است.
لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خداوند انتقام ملت رو ازت بگیرد، انتقام اطفال معصوم ایران و عراق و سوریه و یمن را از تو و از دولتت و از سفاهت و بسیجت و همفکرانت بگیرد. آقای حسن هدایت شده از بهبهان: سلام، اگه بخوام نمونه واقعی یک سلف صالح بشم باید چیکار کنم؟ به قرآن و سنت عمل کن. این توقع را نداشته باشید که من شما مثل کسانی باشیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تربیت کرده، برای چنین مربی در دنیا نیست، لیکن سنتش هست. اگر به قله نرسیدی هرچه نزدیکتر بهتر، کتابش هست. خداوند به چنین آرزویی که داری بهت برکت بده. عبدالقادر گیلانی کیه؟ شیخ عبدالقادر گیلانی یکی از علمای بزرگ حنابله از گیلانه، از انسانهای بسیار صالحه. بعدا طریقه گیلانی به اسم ایشون درست شده که مثل بقیه طرق انحراف‌های زیادی درش راه پیدا کرده. خودش مردی بسیار بزرگوار و خدا ترس و عالم که شیخ الاسلام ابن تیمیه خیلی خوب ازش تعریف میکنه. نقشش مثل نقش هر عالمی است. مولانا محمد یوسف حسین پور الله تعالی جنت الفردوس نصیبشون کند. آمین یا رب. آمین. مرد بسیار متواضع و دوست داشتنی بود و از دوستان برجسته مولانا عبدالعزیز بود. همیشه با ایشون مشورت میکرد در اکثر کارها، در هر کارهای بزرگ. یکی از عادتهای بسیار خوب مولانا عبدالعزیز مشورت بود، خودرأی نبود. نه خودرأی بود نه باندباز بود. آقای سعید از آستارا: سلام استاد، فرض کنیم پسری دختری را دوست داشت، آن دختر ازدواج کرد رفت. این پسر اگه بدون عشق و علاقه با دختر دیگری ازدواج کند آیا به این دختر علاقمند می شود؟ بله. اتفاقا اون عشق و علاقه قبلی کم کم محو میشه. اگرچه شیطان وسوسش میکنه، شیطان تا میتونه بارز معذرت تا میتونه وسوسش میکنه، لیکن یکی از راههایی که از این وسوسه نجات پیدا کنه همینه که ازدواج بکنه. عادی، خیلی عادی، خیلی عادی. نه اینو که شما فکر میکنید اونطوری نه. همچنان که حضرت عمر فرمودن آیا همه خانوادها همه ازدواجها بر مبنای عشق و علاقه؟ نه، واقعیت غیر از اینه. مسجد اهل سنت در روسیه کفر و عیسی پرستی اهل سنت مسجد دارن. در ایران شرک زده مساجدشون خراب میشن. در تهران یک مسجد قانونی ندارن. اگر انقلاب که در راهه، بذارین این تمام بشه. انقلاب ایران که در راهه، اهل سنت ایران که دومین جمعیت بزرگ ایران هم، اگر الان در شهرهای بزرگ ایران مسجد براشون درست، حق مسجد درست کردن رو نگرفتن و خود مختاری نگرفتن، مرگ براشون بهتر از زندگیه.
بیانیه دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان پیرامون برخی حواشی پیش آمده در روز جمعه. بس صدور بیانیه پیرامون برخی در روز جمعه 11 آذر 2014 و تبلیغات سو توضیحاتی ارائه نمود و از اقدامات هنجارشکنانی نیروهای نفوذی پرده برداشت. به گزارش پایگاه رسانه دفتر بسم الله الرحمن الرحیم، مردم عزیز ایران میرسند در مراسم نماز جمعه 11 آذر و پس از آن برخی افراد نفوذی برای تحت الشعاع قرار دادن سخنان مولانا عبدالحمید و اقداماتی ساختارشکنانه روی آوردند که ستاد انتظامات مسجد جامع مکی برخی از این افراد را رصد و شناسایی کرده. یکی از افراد نفوذی با برنامه‌ریزی قبلی و با اهداف سو پرچم مربوط برخی گروه‌های جدایی طلب را در حین خطبه جمعه به دست گرفته و عکس آن را پخش نموده. ستاد انتظامات مسجد مکی پس از مشاهده آن فوراً وارد عمل شده و پرچم را جمع‌آوری کرده. آفرین. همچنین برخی از نیروهای نفوذی که اقدام سردادن شعارهای هنجارشکنانه و تخریب اموال عمومی و خصوصی می‌کردند رصد و شناسایی شدند. این افراد از سوی مراکز و مجموعه‌های معلوم الحال اجیر و ساماندهی شده‌اند که اکنون با پخش همان تصاویر در حال تبلیغات سو و تخریب هستند. ضمن تاکید بر اینکه مردم استان سیستان و بلوچستان نسبت به تمامیت ارضی کشور حساس هستند، به عوامل نفوذی هشدار داده می‌شود که اگر در آینده بخواهند از این محیط سوء استفاده کنند با آنها برخورد خواهد شد. ناگفته نمانند. مولانا عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه همچون گذشته بر تامین و حفظ حقوق آحاد ملت ایران از هر دین و آیین و مذهبی که باشند تاکید کردند و معترضین را از تخریب اموال عمومی و خصوصی و ناسزاگویی و توهین برحذر داشتند. بسیار خوب. بیانیه بسیار خوبیه. آقای دکتر جاوید رحمت الله بر شیخ محمد یوسف حسینپور، مترجم کتاب تفسیر معارف القرآن در 14 جلد و حجت الله البالغه در 2 جلد. این ترجمه ها به دست ما رسیده. ماشاءالله، خدا برکت بده. ایشون مرد علمی بود. آقای عزیز فنلاندی سنی هدایت شده، علیکم السلام دلا. استاد دکتر بچه است که نمیتواند تکان بخورد و حرف بزند اما خوب حرف ها رو میفهمد. آیا مادرش باید حجاب این دکتر را کامل بپوشاند در بیرون یا گناهی؟ نه، تا مادامی که بالغ نشده، نه متمایز نشده، نه اجباری نیست. جزاک الله خیر. بابت برنامه شب سلامت باشید. شما و آقای دکتر جاوید و آقای شیخ ابو زبیر وقتی که هستید من احساس خودی بیشتری میکنم. یعنی که برنامه رو در معهد استادمون علامه احسان الله ظهیری داری میبینید، در آن میبینن. و دکتر جاوید من ایشون رو شهید زنده مینامم و خدا حفظش کنه هر جا که هستش، لیکن خدا قاتلانش را انتقام بگیرد، کسانی کوشش کردند که ترورش کنند. تصویری که دیگر از عوامل نفوذی تخریبگر وابسته به دستگاه نظامی در بین آزادیخوان بلوچ در زاهدان رصد بلوچستان. تصویری که دیگر از عوامل نفوذی وابسته به بسیج سپاه با هویت معین نورا فرزند جمشید در بین آزادیخواهان بلوچ در زاهدان که روز جمعه 11 آذر ماه توسط مردم و انتصابات مسجد مکی شناسایی و دستگیر شده است. گفتنی است روز جمعه یک تیم از عوامل نفوذی سپاه و بسیج در بین آزادیخواهان اقدام تخریب اماکن عمومی کردند. این کارشون در ظرف این 40 سال بلکه 43 سال بلکه قبل از اون سینما رکس آبادان که آتش زد، خود همین خامنه مجرم و عواملش.
این مذهب ویرانگره. کسی ویرانگری این مذهب بخواد بشناسه، کتب علامه احسان علی زهیر و دکتر ناصر الغفاری و شیخ الاسلام ابن تیمیه رو بخونه. اگرچه بنده کتابی دارم به نام ویرانگری تشیع در اسلام، خلاصه اینها رو اینجا آوردم در این کتاب، ویرانگری تشیع در اسلام، که در سایت عقیده هم هستش. سپاه پاسداران جهت سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز آزادیخوان بلوچ، نیروهای وابسته به خود را با لباس بلوچی بین آزادیخانه فرستاده تا اقدام تخریب اموال عمومی، آتش زدن بانک‌ها و مغازه‌ها کنند. اینم عکسش که شما فرستادید، عکس این آقای نفوذی، معین نورا. نورایی ها معمولا زابلی هستند. بله اینم عکس این آقا. علی حافظی بسیجی زابلی تخریبگر که توسط آزادیخوان بلوچ شناسایی به دستگیر شد. رصد بلوچستان آخرین کلام خدا نور، خدا رحمتش کنه، بیاران خود قبل از شهادت: میدانم که کشته میشم، اما شما از مبارزه با رژیم دست نکشید. آفرین برش، آفرین برش. اگرچه قلیون کشیدن حرامه، درست نیست، خدا ببخشدش. اگر این که دستش قلیونه، قلیون، سیگار، اینا همش حرامه. هر چیزی که بر بدن ضرر برسونه حرامه. و یحل لکم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث. لیکن این حرام از حرمت تأیید ظلم و وقوف در صف رژیم بسیار بسیار اندکتره. اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان در زندان عادل‌آباد شیراز. یک زندانی بلوچ که پیشتر بابت اتهام قتل در زندان عادل‌آباد شیراز به اعدام محکوم شده بود، حکم اجرا شد. خدا رحمتش کنه. ابزاری ساده و کم هزینه برای دفاع مشروع مقابل نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای. ولی شما ننوشید چی هست؟ آها، اونجا بالا نشون دادید. رصد بلوچستان: بنابر درخواست کاربران جهت با هند چیه؟ و مقاومت مشروع درباره نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای،
این ویدیو منتشر می شود. بچه‌هایی که خیابون میرید این تیرکمون رو ببینید، این تهیه کردنش نه هزینه داره نه سخته نه هیچی. این قدرت تخریبش خیلی بالاه. اینجا رو ببینید، اینا ساچمه های بوربورینگه، تو هر تعمیرگاهی بریم پیدا میشه. بوربورینگ ها رو بشکنید نه سخته نه راحت هم میتونید پیدا کنید، اصلا چیز سختی نیست. اینا رو به جای تیر ازش استفاده میکنید، مخصوصا این بزرگا تخریبشون خیلی بالاه. اینا از هر چیزی میشکنه و رد میشه، یعنی کلاه یگان ضد شورش خورد میکنه. اگه بگیره بهشون یه چیز شبیه تفنگ ساچمه‌ایه. بچه‌ها قیمتی هم نداره. اینا رو رایگان میتونی از تعمیرگاه دیگه، هر کدوم یه دوست رفیق تعمیرگاه دارید، اینا رو جمع کنین. این تیرکمونش هم راحت به دست میاد. اگه نشد دوتا کش تهیه کنین با یه چوب هفتی خودتون درست کنین. این 30 تومن قیمتشه، ولی قدرت تخریبش آنچنان بالاه که به هر چی بگیره نابود میکنه. حالا من اینجا نمیتونم براتون تست شلیکشو بگیرم، خیلی آسونه. بچه ها کارش هم اینجوریه، اینو میذارید پشت دست اینجوری نگاه کنید، اون پشت. این باعث میشه قدرت شلیکش زیاد باشه. الان یه ساچمه میذارم توش از اون بزرگا، ببینید تو فیلم نمیتونید شما گلولشو ببینید، ولی اگه بگیره به چیزی شک نکنه، اگه به آدم بگیره مرگش حتمیه. ببینیم بچه ها، این وحشتناک، تخریبش وحشتناکه. از اینا تهیه کنیم با اینا برین تو خیابون. اینا فلسطینی از همین کارا میکنن. فراخوان انقلاب تا رسیدن به آزادی در روزهای 14، 15، 16 آذر ماه. ملت‌های تحت ستم جغرافی ایران یک پارچه متحد با همبستگی خود علیه حکومت خامنه‌ای به پا می‌خیزند. این که گفتیم تبریز، تهیه و توزیع فراخوان‌های قیام و اعتصابات سراسری برای روزهای 14، 15 و 16 آذر ماه. اون که هم گفتیم. پس از شکنجه و وضعیت وخیم جسمانی، انتقال منصور 10 مرده به درمانگاه زاهدان، زندان مرکزی زاهدان. منصور 10 مرده بازداشتی معلول بلوچ پس از شکنجه و وضعیت وخیم جسمانی به درمانگاه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است. آقا این جمله رو شما 3 بار میگید، همه بیانیاتون اینجوری، من تعجبم چرا یک جمله 1 بار بگید، چرا 3 بار مینویسیدش؟ هم در عنوان، هم در اول جمله، بعد هم در شرح. گفته می شود منصور 10 مرده حدود 12 روز است که به دلیل شکنجه در زندان مرکزی زاهدان به درمانگاه منتقل شده. وضعیت جسمانی و وخیم گزارش شده. این زندانی بلوچ که دارای معلولیت از ناحیه 2 دست و 2 پاست، خدا شفاش بده، و در تاریخ 12 آذر ماه توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده. شمس آبادی داستان شعبه 102 کیپری زاهدان برای منصور اتهام محاربه و افساد فی الارض صادر کرده است. پیش از این یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفته بود با مراجعه خانواده به دادگاه انقلاب زاهدان، شمس آبادی خبر از صدور اتهام محاربه و افساد فی الارض داده و گفته است که به زودی حکم اعدام و اجرا خواهد شد. دادگاه مولانا نصرالدین دیگه. این منبع افزود دو وکیل با هویت حسین براهویی و اکبر کیخا نیز برای منصور در نظر گرفته شده که آنها خبر دادند در شعبه 102 کیپری زاهدان وکیل پذیرفته نمی شود. فرمایید. در گزارش اخیر کمپین فعالین بلوچ گفته شده که منصور پس از صدور اتهام محاربه و افساد فی الارض به یکی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده که با پیگیری های صورت گرفته مشخص شده که وی به دلیل شکنجه و وضعیت وخیم جسمانی به مدت 12 روز است که درمانگاه زندان بستری است. لازم ذکر است پس از تجمعات مسالمت‌آمیز شهروندان بلوچ نسبت به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به کودک دختر
به کودک دختر ماهو بلوچ در زاهدان بیش از صدها معترض بلوچ با گلوله‌های جنگی در جامعه خونین زاهدان و خاش کشته و بالغ به 400 نفر مجروح شدند. همچنین از زمان آغاز اعتراضات تاکنون صدها شهروند بلوچ بازداشت شدند. خداوند با آقای مولانا عبدالغفار نقشبندی خیر بده که این شعله رو برافروخت. آقای منصور ده مرده، معلولی که هم دست و هم پا مفسد پرده ها. دادگاه های ایران در تاریخ جهان مثل دادگاه های صحرایی لنین و استالین باقی خواهد بود. بازداشت یک دانشجوی بلوچ به همراه ضرب و شتم توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات ایران شهر. زبیر مشکنتی، بله این روش نشستن روش سربازه تقریبا و بلوچستان. امام جمعه اهل سنت نصر آباد نسبت به نصر آباد یا نصیر آباد، چون نوشتی نصر آباد، نسبت به اعدام‌های گسترده جوانان بلوچ توسط جمهوری اسلامی واکنش نشون داد. مولانا عبدالرشید شهبخش گفت اعدام‌های گسترده و بی‌رویه جز بی‌آبرویی و ایجاد لکه ننگ بر پیشانی مسئولین نتیجه دیگری نخواهد داشت. این نصر آباد زابل. مولانا شهبخش گفت مردم طی این سالها مشکلات زیادی را تحمل کردند، اما امروز به خاطر مسائل جزئی کشته میشوند. متاسفانه حکم اعدام تعدادی از جوانان صادر شده است که واقعا به دور از انصاف و عدالت است. در هیچ جایی از دنیا قاضی چون حکم سنگینی را برای مسائل جزئی صادر نمی کند، بلکه قاضی خودش اینجا حامیش حرامیشه، دزدشه. قضاوتی که خود را عدالتخواه و عدالت طلب میدانند بیاندیشند آیا به خاطر پرتاب کجا رفتیم؟ خاطر یک پرتاب یک سنگ باید اعدام بشن مثلا. طولانیه بقیه. هر کسی را که حق میگوید خداوند تاییدش کند و خیر بهش بدهد. مصادره 6 هکتار از زمین‌های مردم کلاکنج مملکت بلوچستان توسط جمهوری اسلامی. کلاکنج کجاست؟ این در حالی است که زمین‌ها از آبا و اجداد و از قرن‌ها پیش متعلق به مردم بلوچ بوده و در آن ساکن بودند. جمهوری اسلامی جهت تغییر بافت جمعیتی در غرب مملکت بلوچستان در حال مصادره زمین‌های مردم بلوچ به بهانه اراضی ملی و واگذاری آنها به غیر بومیان است. این که سیاست 43 ساله این رژیم پلیده. شکنجه و صدور وثیقه 800 میلیونی برای آزادی کودک بلوچ از زندان چابهار. رژیم کودک کش در کجای دنیا دیدید؟ این از کمونیستان بدترن. دادسرای عمومی
دستور انقلاب چابهار جهت آزادی وی وثیقه 800 میلیونی صادر کرده است. هویت این کودک بلوچ عبدالمالک حملی 17 ساله فرزند ملک اهل روستای کمپ لولو شهرستان چابهار عنوان شده. عفو بین الملل 28 نفر به اتهام محاربه و فساد پرور در خطر اعدام قرار گرفتند. بله. از جمله 3 کودک در 2 ماه گذشته در جغرافیای ایران بازداشت شدند. اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان بیرجند. احمد توتازهی. من اینا رو به سرعت رد میشم برای اینکه همه تلویزیون‌ها اینا رو دارن نقل میکنن. شکر خدا. اگه یادتون باشه قبل از اینکه اهل سنت خود تلویزیون داشته باشن، اخبار اهل سنت به ندرت کسی اونیا رو میشناسن، کسی نقل نمیکرد. اولین بار در 20 سال پیش در رنگارنگ که شروع شدیم اندک اندک جو عوض شد. بعدش که خدا 3-4 تا تلویزیون میسر کرد، شکر خدا. 10 سال بعدش البته صدور اتهام لیدری در اعتراضات برای یک دانشجوی بلوچ در چابهار، علیرضا رئیسی. اجرای حکم اعدام 2 زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان. سلاخی غلام رسول مزارزهی و نوشیروان عمرزهی، خداوند رحمتشون کنه و به بازماندگانشون صبر بده و قاتلان جزارشون رو نفرین کند. مولانا کوهی با احضار دوباره به زندان بازگشت. در تاریخ 29 آبان 1401 به مرخصی آمده بود، دوباره احضار و به زندان مشهد بازگشت. امام جمعه اهل‌سنت پشاور در تاریخ 29 آبان به مرخصی 6 روزه اعزام و مقاومت قضایی از تمدید مرخصی و موفق به آزادی مشروط و خبر داده بودند. شهروندان بلوچ در حمایت از مولانا کوهی قرار بود در روزهای اخیر در پشاور تجمع کنند که با ممانعت وی همراه شد. این روحانی بلوچ در تاریخ 25 آبان 1401 به دلیل عدم موافقت با آزادی مشروط و لغو ممنوعیت از پالیت‌های مذهبی و دینی در زندان وکیل آباد مشهد اقدام به اعتصاب قضا کرده بود و پس از 6 روز اعتصاب قضا مرخصی اعزام شد. لازم به ذکر است که مولانا فضل الرحمن در 7 آذر سال 98 پس از اعتراض با کشتار معترضان در آبان همان سال به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد احضار و پس از حدود 1 سال بلا تکلیفی 6 سال و 4 ماه حبس محکوم شد. خداوند وسیله آزادیش فراهم کنه و از قاضیانش انتقام بگیره. بازداشت یک کودک بلوچ توسط نیروهای نظامی در چابهار. امام جمعه یزد امامه امام زمان توسط آزادیخواهان پرانده شد. امام زمانی وجود نداره که امامش پرانده بشه، ولی مردم فریب مردم فریب دجالا همینان دیگه.
استاد دکتر جاوید کیه و آیا در قید حیات هستند؟ بله، ایشون مدیر مدرسه معهد علامه احسان الله زاهد در لاهور هستند، از فارغ التحصیلان مدینه منوره هستند و کسی که اطلاعات ایران سعی کرد ترورش کنه ولی به وسیله القاعده و مرد بسیار بزرگی هستند، خدا حفظش کنه. بله آقای شیخ زبیر خیلی متشکرم. ابو زبیر آقای من محمد امین قوری هستم از لاهور. جناب دکتر امروز آخه این دخالت من در کار مدرسه میشه، درست نیست. راجب شهری های طلاب من حق ندارم حرف بزنم، مدیر مدرسه که حق داره. من اصلا نمیدونم این موضوعات چیه. ولی این که شما گفتید براش میفرستم، چون این حرف خصوصی شماست و بله جاوید زنده است، خادم مهمانان رسول الله صلی الله علیه و سلم. عجب اصطلاحیه، طلاب مدرسه رو مهمانان رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونه، برای اینکه سنت پیغمبر رو میخونند. پیام شما رو برای شما فرستادم. هم اسم شما رو، هم پیام شما رو، همه رو براش فرستادم. خب اون بقیه قرار که خودش شما میگه رسیده، خب ایشون حتما خودش بهتر میدونه دیگه. ولی با این حال پیام شما رو براش فرستادم. زاهدان شهرک جهاد خونه های هرچی شهبخش رو خراب کردن، به این سرمان به زنها هم رحم نکردن. 12 آذر که امروز روز معلولین، اولین خونه مال این آقای معلول بوده به نام دادخدای شهبخش. این خونشه، یه معلول، یه نابینا. خب آقای اسد که بنده خدا صحبت میکرد که پسرم دستش شکسته، این جناب آمبولانسیه که داره مشاهده میکنین داره میاد. همین بابایی که الان بنده خدا میگفت پسرم دست شکسته و شکمشو پاره گلاویز شده، الان هم دارن آمبولانس میان واسه دنبالش که اینا به این فرم جنایتکارانه اصلا رحم، انگار اصلا ما این مال این ملت نیستیم، انگار از افغانستان و پاکستان اومدیم به همون شکل با ما دارن برخورد میکنن. به افغانی و پاکستانی هم نباید اینجوری برخورد کنن، به هیچ انسانی نباید اینجوری برخورد کنن. یعنی جنایته، این کارها جنایت ضد بشره. روشنا یک دقیقه داخله اسد چون بوده دیگه، اسد دست چون بوده جناب. این دست جناب، این اومدن رو سر این خراب کردن خونه رو. یه جوون متحر، یه سرپناه که 20 تا بلو گذاشته، این تکلیفه، این داستانشه. مظلوم گیر آوردن جناب این قسم. این کاری شما میکنین؟ آخه این کاری این به کجا میخوره؟ آخه این کاری انجام میدین شما؟
صدا تو داداش یواشتر داداش، تون صدا تو بیار پایینتر یه خورده، هنوز جوونی تازه به صدا داره بلند میشه، یه خورده پایینتر صحبت کن. عربده کشی نداریم اینجا، قانون ولی عربده نداریم. یعنی طرف واسه یه سرویس داره، این همه جلوی شما یه سرویسه، یعنی شما این مال همین کشور، ناموس همین کشوره، جای چیزی دیگه نیست خراب بکنی، سرویس های میخوای خراب بکنی. من دستور دهنده نیست. داداش چی شده؟ چی شده داداش؟ چیه؟ چی شده؟ نه چی جامعه که چیه داره، ما دار چیز داری تا گاز داره بیار مگه. آقا! اینجا! برادر من تو میخوای بکشی داداش، یه هفت تیر بردار راحت‌تر میتونی کارتو انجام بدی ها. با کلنگ نمیشه چکش، با هفت تیر بزن. این چه حرکت؟ این کسایی این که آواره شده حتی اجاره خونه هم ندارن به این فرمه. همه زندگیشون همه 4 تا سنگه که اینا رو خراب کردن. نه ماسی چون بوده ماسی یا adam تگسه تو تیسرا خراب کردن، تگسه تو تیسرا خرابش کن، نه کناته تیسرا تو صاف کرد. خداوند انتقام اینها را از این دولت خبیث بگیره. 500 ساله که بر سر اهل سنت همین میاد در ایران شرک زده. آقای امین شیرازی هدایت شده، خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای شکری شما همچنین خیلی متشکرم. سلام. شبکه کلمه و شبکه شما و نور واقعا مردم رو آگاه کردیم، مردم فهمیدن که آخونده دروغگو و قلابی هستن و خداوند رسواشون کرده، نه به شیعه و نه به اهل سنت رحم نمی کنن. بله، بهترین کار عالم اوجب و واجباتش روشنگری است، بیان حقه، چه در مورد عقیده چه در مورد غیر عقیده. خب دوستان، کم کم رفع زحمت میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.